بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، از سخنان زیبای مهمان گرامی و ویژه جناب مولانا گرگج حفظه الله تعالی، استاد تفسیر و عالم مشهور، امام جمعه محترم کلال آزاد شهر، بله، استفاده فرمودید و همه ما استفاده کردیم. سخنان جناب مولانا بسیار مفید بود و همچنین از مهمان بسیار گرامیمون جناب آقای جهان تیغی، مدیر کل فنی حرفه‌ای که از مدیران با تجربه و دلسوزان همه ما استفاده کردیم و من یک دو جمله پایان باز فرصت نیست در رابطه با مسئله فنی حرفه‌ای خدمت شما عرض می کنم و اولی جمله بنده خدمت شما در رابطه با ماه مبارک رمضان هست که رمضان گذشت و رمضان رفت. 10 سال دیگه که کسانی حیات داشته باشند و رمضان دریابند. سروران گرامیان، چه که مهم آنه که دست آورد رمضان و دست آوردهایی که در ماه رمضان حفظ بشوند. اگر ما دست آورده رمضان حفظ نکنیم، او اثرات را که رمضان در زندگی ما باید بجا بگذاره برود و اثرات بجا بگذارد، او اثرات نمیمانه در زندگی ما. بالاترین دستاورد رمضان اقامه نماز بود که در ماه رمضان شما با اجتماعهای پرشور، حضور فعال در مسجد نماز را اقامه کردید، نماز 5 وقت را اقامه می کردید. مساجد جه نداشتند، تنگ بودن مساجد و انسان حیران می شد که جمعیت از کجا آمده است، از کجا داره می آید. این حضور بعد از رمضان، حفظ این حضور دستاورد ماه مبارک رمضان هست. تلاوت قرآن عظیم الشان از دستاوردهای مهم رمضانه. رمضان برای آن نیامده که در رمضان نماز اقامه بشه تنها و قرآن تنها در ماه رمضان تلاوت بشه و زکات و خیرات و همدردی به مسلمانان در راه ماه رمضان انجام بگیره. نه، رمضان آمده تا هم تلاوت، هم خرج کردن در راه الله، همدردی با کسانی که مشکل دارند، اقامه نماز و پرداخت زکات و خیریه و ذکر پروردگار که در ماه رمضان به کثرت انجام میگیره. بیداری سحر و سحر خیزی که در ماه رمضان به صورت التزام است برای مصرف کردن سحری. اینها دستاورد رمضان که بعد از رمضان ما داشته باشیم. سحر، نماز سحر ترک نکنید. خیر بزرگی برای شما در نماز سحر هست. اصلاح نفس و تقوا، پایمال کردن نفس، خرج کردن در راه پروردگار، ذکر الله سبحانه و تعالی، حضور در مساجد، تلاوت قرآن عظیم الشان. اینا از دستاوردهای مهم و برجسته ماه مبارک رمضانند. رعایت تقوا و پرهیزگاری که در ماه رمضان گفتیم ما روزه ایم، چشم حفاظت کردید، زبان و گوش حفاظت کردید و سایر اعضای بدن را از گناه، حتی قلب را. ولهذا
بعد ماه مبارک رمضان اینها دستاورد رمضان حفظ بشن. عزیزان من، از این عبادت های بزرگ که عبادت های محوریان مثل اقامه نماز هست و خرج کردن در راه الله، روزه، حج، تلاوت قرآن، عبادت های محوریان و عبادت ها که در کل دیانت انسان و زندگی انسان اثر گذارن و تاثیر گذارن. اینها را ما باید به صورت نفل ادامه بدیم. نماز غیر از نمازهای فرضی، نمازهای نفلی برگزار کنیم. غیر از زکات فرضی، خرج کردن نفلی، خرج کردن در راه الله و انفاق بر مستمندان و ضعفا، این باید ادامه پیدا بکنه. روزهای نفلی مثل دوشنبه و پنجشنبه یا ماه 3 روز را ما سعی بکنه به پایبندی انجام بدیم. و تلاوت قرآن، ذکر پروردگار است و اینها اعمال نفلیشون بعد از ادای فریضه حج. کسان توفیق بده الله تعالی مال دارن حج خرج کنن در راه الله. بعضی میگن شما به جای حج نفلی و عمره اینها را در یتیم ها بدید پولا را. من بنده این توصیه را نمی کنم به مسجد خرج کنید. چرا؟ من میدونم که اینا به مسجد نمیدم، بعضی پولا به یتیم ها اگه میدادند من هم همین مشورت میدادم. بنده معتقدم که نه، در خانه کعبه هدایت موجوده. همون پولی را که خرج میکنه به حج همین اندازه 2 برابرش را به جای دیگه میتونه خرج کنه. عمره هم بره نفلی و همان اندازه که به عمره خرج میکنه در راه خیر خرج کنه، در راه نفلی خرج کنه. عبادت، هر عبادتی که فرضه همان اندازه که فرضش ارزش داره، نفلش هم به جای خود به اعتبار نفل و به اندازه نفل ارزش داره. عبادت تأثیر گذارن، مؤثرن در ساختن انسان. ولهذا ما را الله تعالی توفیق بده که بعد از رمضان استقامت داشته باشیم و مقاومت کنیم در مقابل سرسخت‌ترین دشمنان خدا که دشمن الله نفسه، همین نفسه که با ما همراه است، نفس اماره بالسوء، اون نفسه که ما را به کثرت به گناه وادار میکنه، هم دشمن ماست و هم دشمن خداست. و همچنان شیطان دشمن ما و دشمن الله. ولهذا مواظب باشید، بیدار باشید که نفس دنباله که انتقامش را از ما بگیره. شیطان دنبال انتقام گیری، شیطان ضربه خورده، ولهذا مجدد در فکر و تلاشه که از ما گناه بگیره. مخالفت نفس و مخالفت شیطان، بیداری در مقابل نفس و شیطان، هواهای نفسانی و خواهشات ناجایز نفسانی برای ما بسیار حیاتیه و مهمه. خدا را نگاه داشته باشید، خدا را نگاه داری بکنید و قوانین و مقررات پروردگار را نشکنید، مراعات کنید، عمل به شریعت، عمل به سنت، چیزی که رمضان ما را تعلیم داده و انشاءالله بعد از رمضان ما اینها را ادامه بدیم. مدیر کل محترم فنی حرفه‌ای صحبت کردن و حرفه و آموزش حرفه خیلی مهمه برای ایجاد کار و برای مشغول شدن جوانان ما و طبقات مختلف. حیاتی و مهمه که اینا برن حرفه یاد بگیرن و رسالت اداره فنی و حرفه‌ای در آموزش مردم بسیار حیاتیه. هر انسانی که شغل بلده، حرفه بلده، کار بلده، گرسنه نمیمانه توی جامعه و نباید گرسنه بشه. اگر گرسنه بشه و تنگ دست بشه و فرزندانش گرفتار گرسنگی بشن، ظلمه. برای اینکه کسی که حرفه بلده، شغل و کار بلده، او در میآوره نانش را، مگر اینکه آدم تنبلی باشد و نه تنها نان خود را در میآورد بلکه چند نفر دیگر را در کنار خود میتواند مشغول کنه به حرفه خودش و آموزش بده. و من یک نکته عرض بکنم اینجا، الحمدلله که در این کار
و فاز دوم مسجد که اجرا شد ما تلاش کردیم اینجا الحمدلله می عزیزانی که مشغول اونا تلاش کردن که افراد محلی را به کار بگیرن و اینا را حرفه بیاموزند. الحمدلله 10 نفر الموتوربند و استا اینجا تربیت شد و حرفه یاد گرفتند و خیلی ماهر هم شدن در کار خودشون و الان در معماری داخلی مسجد همه جوانان بومی هستند. یک نفری از شهرستان که وارد سرپرستی میکنه، اینا را آموزش میده. اینا هم معماری داخلی مسجد که داره انجام میگیره تمام با جوانان محلی است و این جوانان با چه علاقه کار میکنن و اشتیاق کار. طول رمضان شبها کار میکردن، از افطار میخوردن تا سحر میخوردن و میرفتن به خانه و آموزش حرفه فوق‌العاده مهمه و تاثیر گذاره و همه جوانان با استقبال بکنن، برن دنبال حرفه و حرفه یاد بگیرن، شغل یاد بگیرن، کار یاد بگیرن، کارهای که در استان خود این انجام بدن، پولش را بگیرن و برن در استانهای دیگه کار کنن و این بسیار مؤثره. الحمدلله فضای کنونی استان ما هم تشویق میکنه به این کار و حمایت میکنه دولت از این مسئله و دنباله که ایجاد اشتغال بشه و مردم مشغول کار بشن. سخنان جناب مولانا هم بسیار مؤثر و مفید بود توصیه و من شما را خوشخبری بدم که امروز 2 طایفه که با هم گرفتاری داشتن متاسفانه و امروز الحمدلله به لطف الهی مسئله شون بعد ظهر امروز موقع عصر اینها حل و فصلشون هست و گرفتاری بزرگی که در استان بود یکی همین مشکل بود که الحمدلله داره در حال رفع شدن هست. صلح و مصالحه بسیار مؤثر و مفیده و از دستاوردهای بعد منطقه هست و از سنتهای منطقه سنتهای خوبی، اما متاسفانه درگیری و مشکلات قومی از امر جاهلیت و خلاف دین اسلام و خلاف عقل سالم هست. هر انسانی که جنایت میکنه باید همه طوائف اینا تا زمانی که عمل میکردن متاسفانه اختیار نبود. هر کسی که قتل مرتکب میشه باید قاتل جوابگو باشه و قاتل مجازات بشه و قاتل باید تحویل مقامات قضایی بشه. وقتی قتل ناحق انجام میگیره، خون ناحق کسی ریخت، لہذا باید طایفه قاتل و مقتول او را تعقیب کنند، دولت هم تعقیب بکنه و به مقامات قضایی سپرده بشه تا مجازات و کیفر اعمالش را خودش تحمل بکنه. تنها راه حل و جلوگیری از مشکلات بدترین درگیری در دنیا درگیری قومی و مذهبی. الله تعالی حفاظت بکنه. دشمنان اسلام الان تر دارند برای مسلمانان که مسلمانان را به جان هم بیندازند، اقوام درگیر کنند، مذاهب درگیر کنند و ما باید بیدار باشیم، هوشیار باشیم، فریب دشمنان اسلام نخوریم. و عزیزان یادداشتی دادند که امروز چند نفری که از لار و میخواستن بیایم به نماز جمعه شرکت کنند در سانحه رانندگی متاسفانه زخمی شدند و در بیمارستانند ظاهرا و بعض حالشون بعض رشته وخیم هم هستند. دعا کنی الله اینا را شفا بده. در راه خدا بودن و در راه نماز بودن، بهترین راه بودن. الله اینها را شفای عاجل و کامل عنایت بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.